امروز در تالار مقامات شعبه کارهای داخلی شهر ترسونزاده 98 سالگی میلیسیای تاجیک برگزار شد. در چاره‌بینی تنتنوی معاون یکم رئیس شهر اکرمزاده پرویز، سردار شعبه کارهای داخلی در شهر ترسونزاده اسکندرزاده محمدشاه، کارمندان میلیسیا، نفقه‌خواران سابقه‌دار میلیسیا اشتراک داشتند. در آغاز معاون رئیس شهر اکرمزاده پرویز کارمندان میلیسیا را با این روز تاریخی تبریک و شادباش نمود و نام برده گفت که کارمندان میلیسیا در دوره صاحب استقلالی وطنمان سنجش‌های تلخ تاریخی را پس سر نموده در تامین امنیت دولت و ملت سهم ارزنده گذاشته بارها اثبات نمودند که برای آنها ارزش‌های وطن، استقلالیت و وحدت والای مقدس به شمار می‌رود. با کمال افتخار کارمندان و سابقه‌داران مقامات کارهای داخلی را با عید کسبی روز میلیسیای تاجیک تبریک و مبارکباد گفته صحتمندی، خانه آباد و در فعالیت پرمسئول و شرفمند برداری‌ها را تمنا داریم. بعداً سردار شعبه کارهای داخلی گنرال مایور میلیسیا اسکندرزاده محمدشاه تمام کارمندان مقامات میلیسیا را با 98 سالگی میلیسیای تاجیک تبریک و شادباش نمود. تمام انشاءات‌ها و بناهای شعبه‌های کارهای داخلی در شهر و ناحیه‌ها و ولایت‌ها، اینچنین تمام اتاق‌های کاری ناظران منطقوی، بناهای شعبه‌های میلیسیای دهاتی که در منطقه هستند، امروز با پررگی از تعمیر و ساختمان اساسی برآورده شدند و امروز جوابگوی معیارهای بین‌المللی هستند و در خدمت ما هستند. امروز ما باید که نسبت این غمخواری رهبریت دولت و حکومت باید که صادقانه خدمت کنیم. ما باید امروز شب و روز کوشش کنیم چون که نزدیکترین نهاد، نزدیکترین مقامات حفظ حقوق به مردم این میلیسیا است. در لحظه های مشکل ترین تمام شهروندان اولین مراجعت میکنند به میلیسیا. اما باید کوشش کنیم که امروز سزاواری باوری رهبریت دولت و حکومت، رهبریت وزارت، رهبریت شهر و سزاواری باوری مردم تاجیکستان باشیم. با همین خاطر همه شما را به عید کسبی میلیسیا تبریک و مبارکباد نموده و همه شما پیش از همه تنجی و آرامی، تنی صحت، خانه آباد، سربلندی و با کارمندانی که امروز در قطار با ما در یک جای برای تامین امنیت و تنجی شهروندان خدمت میکنند موفقیت و آرزومندم. دائما سربلند و خانه آباد باشید. همچنین نام برده قید نمود که در دوره مبارزه بر ضد بازمچیگری، سالهای وزنی جنگ بزرگ وطنی و بعداً برای حمایت آرامی و آسودگی شهروندان صدها کارمندان شجاع دلیر مقامات کارهای داخلی جانبازی‌ها کردند. بخصوص دوران استقلالیت دولتی کشور برای میلیسیای تاجیک مرحله نوی فعالیت را باز نمود و رسالت بزرگ را در اجرای وظیفه بر دوش آنها گذاشت. در همه دور و زمانها پیشرفت حیات دولت و جامعه، ثبات و امنیت و تامین آرامی و ترتیبات جمعیتی به ذمه کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی علل خصوص مقامات کارهای داخلی واگذار گردیده است. اطمینان کامل دارم که من بعد نیست در راه تامین و ولایت قانون، ترتیبات حقوقی و مبارزه بر ضد جنایتکاری با استفاده از قدرت و نیروی تازه سهم خود را خواهد گذاشت. با اظهار همین امیدهای نیک به آینده میلیسیای تاجیک بار دیگر همه کارمندان شعبه کارهای داخلی را با افتخار جشن کسبی تبریک گفته در جاده خدمت با شرف و پرمسئولیت به نفع دولت، وطن و خلق تاجیکستان به هر یک شما سلامتی، عزم و اراده قوی و برای کار آرزو می نمایم. با احترام سردار شعبه امنیت شهر ترسونزاده پالکونیک ایسایف. و امروز کارمندان میلیسیا پیوسته کوشش می‌نمایند که ترتیبات جمعیتی را به جا آورده برای آشکار کردن جنایت‌ها در جامعه سهم ارزنده گذارند. در رفت این چاره‌بینی قسمی از نفرانی فعال کارمندان شعبه کارهای داخلی با افتخارنامه و مکافات پولی همچنین سپاسنامه‌های فخری قدردانی کرده شدند. صابر جان سعیدов، ظفر حسنов برای برنامه اطلاعاتی خبر. خدمت میکنم.